بله برا سلام، خوبی سلامتی؟ شکر. چی گپای جان مناجوره؟ الحمدلله سلامت بش. بچه تو خوبم؟ بخیر نمیایی خبر ما نمیگیری. با خدا بگی بیکاری به سر همه هست دیگه، چیکار کنیم؟ خود ما به خدا میتونیم که چی؟ ها شکر خیریت بود. گفتم برا اگر یک لطفی بکنی بمی دم 20,000 30,000 بری برا خوب ده باز بخیر. بعد از این کاربارم درست شبت براتون میدم. ها انشالله باز بعد از این نمیشه به خدا برار. خوب خود تو خیلی قومی ما میشناسی، مجبوری بری سود کنی قرض کنی همون مراسم رو بجا کنی. ها خوب خیر بینی برارم، خیر بینی و زن خم چیزی نگو دیگه. ها من انشالله بعد از این تیار میکنم. بعد از این بخیر خوشی هر رقم باشه بانکاش میکنه از این بر میدونم. همین این تیر شه، همین خب میفهمی دیگه. همین که بیایم با بخونه ما سفرید نداشته باشیم یا گوسفند نکشته باشیم باز دیگه 100 رقم بریم و دنبره چاق میشه که فلانی سه که بسته سالشه یک عید قربان میاد گوسفند نکشت و سفره نداد. خیر بینی برارم، خیر بینی. هیچی بار نماز دگرم میتونم میام دم دکن تو. خدا تو خیر بینی، خیر بینی. زن تو خبر نشه برار دیگه که باز با فیت جت به زن زنگ زنه که اولانه شوی تو 30,000 بیامده از برار خواستم دیگه. خیر بینی هیچی نگه ما انشالله تا بعد از این تیار میکنم. خداحافظ خداحافظ خداحافظ. خودی کی گپ میزدی؟ به کی زنگ زدی؟ به هیچکی، خیلی برار خود گپ میزدم. بزرگ گفتم که این پول بریم بده که دم ایده به کار دارم. پول باید چکار کنی؟ اگر رخت لباسیه که شما هم داریم بچه هم دارم. کاش که رخت لباس میبیزن. با من چکار کنی؟ میگه ما این چکار کنیم؟ همه زن نمیفهمی ایده میوه اید مایم گوسفند قربونی مایم دیگه نمایم اینا. روی بخواب چرا ایت کارا میکنی؟ گوسفند قربونی می چکار کنه؟ شیرینی اید می چکار؟ تو قرض داری؟ پول آدم نجیشته باشه میره قرض میکنه گوسفند قربونی میخره میوه عید میخره. تو هماری سب تا بچه دم بخت داری آخی با خدا ویشکی از تو گله کنه با قوله سیا بینی داری که لن بر تو گوسفند قربونی بدی. زن تو همی قومی نمیشناسی، تو همی قومی ما تیر نکردی، نمیبینی کشت بلوک پرگپ و پر معمایی هم تیر میکنم مرد خودی همی قوما تو تیر کنم دن همی قوما خوبسته کن. تو این قوما خواهمی تو مهم میدونی که دیگه چی؟ الهی همی تو بگن که جون نوالا بیایه تو با قوما خوشی کردی خود قصدار میکنی بدبخت میکنی بخاطر قوما خوب. به خدا اینا روز زید بیام همین سفره به تایم خونه تونک نباشه گوسفند نکشته باشم بزونه گوشت ای نکنم 1000 رقم گپ برای موتور. ای بدردای جون تو برو خود بزه قرض بده که قوما تو چی میگن قوما تو چی میگن مرد نکن خدا بده تو قوما خود زندگی میکنی یا خود ما زندگی میکنی. به فکر همین دو تا بچه دم بخت خوب باش. من میگه پار فکر میکنم میفهم بچه دو تا بچه دم بخت دارم ولی این ایدر نمیشه. 100 رقم بریم دنبوره تیار میکنن که فلانی نداشته فلانی نداره فلانی چری نکرد فلانی شریط کم کرد فلانی سفری خود بود سفری نداشت. یعنی تا گپایت دارم برای آدم تیار کنم. با قرآن تو با قوم خود زندگی میکنی با می فامیلا خود تو با خود زندگی نمیکنی. یکم به قوم خود زندگی نمیکنم. نصف همین مردم به قومی خود زندگی میکنن. نصف همین مردم همین پرگپیا و پرمعمیار دارن. چه کار کن آدم؟ اگه هم تو به قوم خود زندگی نکنی 4 تا رقم از تو یاد میگیرم. برو دو بشکا آب لیمو بخر یک بستگاه خیال یا بخر یه آب لیمو خیال هوا گرمه که چی مایم مردم الا مگه پسته باشه خسته باشه که کاکاونینی باشه که مردم بیان بخوره نکنه ماید مرتکه هیجی و گوسفند میکشه. تو نی به هجی رفتینی کاری کردی نی چی گوسفند مایی چیکار که تو همه 10-15 روپیه گوسفند بدی گوسفند قربونی و هم قرض کنی حالا بخونه پسنداز میتیشتی هیچ گپی نبود مگه میدادی. تو برو از یک ملا امام بپرسه که همین صحیحه که تو بدی.
کاش که مثل تو زن میتک 10 تا دیگه میتک زنکای فهمیدی میبیدن. چکار کنم؟ این مجبوری زن، این من مجبوری میکنم با واسطه می قومی خو میکنم. اگه واسطه می قومی نباشه به خدا اگه دل مماسته باشه که من دمید برم 30,000 پیل قرض کنم، برم میوه اید بخرم، برم گوسفند قربانی بخرم. همین که میگم پس سبب تام قومی نگم که فلانی چرا گوسفند قربانی نداشت. میگم هیچی نمیفهمی تو. حالا اگه من به تو میگفتم الا برو پرستخصه بستا که من آبرو دارم، هرگیز خدا من به قوم خود زندگی نمی کنم. قومی من میگم از این سر سفره بندازم تا اون سر من چکار کنم؟ کاش که همه قومی ما مثل قومی شما میبود که مردم بیگپ بی سخنی به خدا چیزی دارم میخورم ندارم سلم از ما نه. ندیشتی تو به 70 چربیاب میکنم، دیشتی که بیامدم لف لف زدم خوب آدمی. تو به خاطر همین 4 تا قوم پلشتاقی خوب برو خود تباه کن. من که زن تونم با تو میگم همین کار نکن بگو چشم. از این هم چشمی بخزاری قوم دیری که قوم من چکار کرد، قوم من پرانس راخی پیشی باشه من بپیشم، قوم من بررسی رفت من برم، قوم من چی خود من بخورم. رازی که پایی نکنی به فکر زندگی آخه باشه، به فکر جوانا باشه که جوانا بی سرنوشت نشه. ایلو کنه رازی که پا مرد. من حالیم هر چی که نمیگم تو میگی چه کار. من میفهم، من تو درک میکنم که تو زن هوشیار عاقل بالغ همه چیز میفهمی. تو به فکر آینده ما هستی، به فکر آینده اولادم هستی. این من قبول دارم. خداوند تو 100 سال دیگه به زندگی من نگاه داره که تو فکر ما هستی. ولی چیکار کنم؟ قومی چیکار کنم؟ تو بگو. نکن مرد بخزه، نگو قومی چیکار کنم. تو عمالی 20,000 بری براخ و قرض کنی و خدا زن و خزا بشینه میگه نجیشتم نمیکشتم گوسفنده. خب چی بدن میخوره؟ کاری بکن که خودم خوش باشه بنده خوش باشه. خدا نگفته الا تو برو قرض کن گوسفند قربانی بدی. با حرف من بکن. نه شیرینی عید ما، نه گوسفند ما، هیچی نما. برو چند کیلو خیال بخر، 1-2 تا این دنیا بخر. اگه دل تو خیلی ناراسته بیا لگرد شربتی پشت بگه خیالی من بخورم، من دردای جونتون بخورم. از تو بیتره که تو بری خود تباه کنی، قصدار کنی، شیرینی عید بخری، گوسفند قربانی بخری. مگه اجازه نمیدم.